مردم همیشه میگویند که اطفال زیاد چیزها یادشان نمیماند، مگر بعضی چیزها را آدم فراموش کرده نمیتواند، حتی اگر 100 ساله هم شود. من فقط 11 ساله بودم زمانی که این اتفاق افتاد، مگر من 23 سال بعد هم هر جزئیات، هر بو، هر صدا را به یاد دارم، به خصوص سکوت را. نامش بیبی زینب بود، زن پر از غم و اندوه. او یک پوست و استخوان بود. او در یک خانه گلی کهنه و ریخته در سرحد قریه ما در شمال افغانستان زندگی میکرد. هیچ کس آنجا نمی رفت تا اینکه آنها مجبور نمیشدند. شوهرش حاجی کریم ناگهانی فوت کرده بود. بعضی ها می گفتند که حمله قلبی بود، بعضی ها می گفتند که زیر درخت خوابیده بود و سرش سایه شیشته بود. اما مرگ در قریه ما چیز غیر نرمال نبود و مردم به زودی فراموش کردند و زندگی هایشان ادامه دادند. اما بیبی زینب نه. فقط یک روز بعد از مرگ حاجی کریم بزرگان قریه تصمیم گرفتند که بعد از به خاک سپردن جنازه باید یک ختم بزرگ گرفته شود و قرائت و دعا شود برای احترام به روحش. این رسم رواج قریه ما بود. مردم توقع غذا، ختم و تلاوت را داشت و آنها مهم نبود که بیوه او چیزی دیگری جز از گلمچه و خاطرات نداشت. بیبی زینب زیاد عذرزاری و گریه کرد. او التماس کرد و گفت که او نه پول دارد و نه غذا، حتی روغن و آرد ندارد. اما برای مردم قریه رسم و رواج بلندتر از غم یک زن بود. ملا او را سرزنش کرد. زنان قریه پشت سرش غیبت می کردند. آنها می گفتند که او به رسم و رواج و کلتور و عنعنات ما بی احترامی می کند. بالاخره او قبول کرد و گفت که ختم پنجشنبه بعدی برگزار می شود. هیچ کس نمی دانست که او چگونه این همه را انجام خواهد داد. آن روز من با پدرم رفتم. او به من گفت که تمیزترین پیرانتنبان خود را بپوشم. من هنوز هم به یاد دارم که رنگش سیاه بود و یخنش کمی تنگ بود. ما یکی از نخستین کسانی بودیم که رسیدیم. بیبی زینب از آشپزخانه بیرون نیامد تا به ما سلام کند. فقط به مردم اشاره کرد تا در حویلی بنشینند. او مصروف پختن غذا بود. بشقاب‌های گرم و داغ قورمه و کاسه‌های چقر و بزرگ شوروای غلیظ که داخلش توته‌های بزرگ گوشت دیده میشد بیرون آورده شد. بویش مرا دیوانه کرده بود. شکمم غرغر میکرد. پدرم آهسته به من گفت این چی بس؟ اگر راستی بیبی پیسه نداشت این همه را از کجا آورده است؟ اما هیچ کس این را با صدای بلند سوال نکرد، به خاطر که غذا خیلی خوشمزه و لذیذ بود. وقتی بیبی زینب زمزمه ها را شنید جلو آمد. چشمان او پر از اشک بود، اما با صدای محکم گفت باور کنین من پیسه قرض گرفتم فقط به خاطر ای که شرمنده نشم. مگر هنوز هم شما خوش نیستین؟ شویم هنوز خاک قبرش خشک نشده. ما چی گناه کردیم که شما همگیتون ای رقم پشت مرا گرفتین؟ مردم سرهایشان را پایین کردند. چند زن جلو رفتند و دستان او را بوسیدند. مردان عذرخواهی کردند. اوضاع آرام شد. همه با همدردی غذا خوردند. به نظر می رسید که همه چیز تمام شده است. بیبی زینب را فقط 2 بار جریان غذا خوردن دیدم. بار اولی وقتی که جلوی همگی آمد و گپ زد و بار دومی او پشت یک کلکین شکسته استاد بود. نصف صورتش در سایه پت شده بود. او پلک نمی زد. فقط طرف همه ما سیل داشت. مردم شکم سیر غذا خوردن و تعریف کردند. آن شب من استفراغ کردم. بسیاری دیگران نیز استفراغ کردند. درد معده، تب، سردردی، مگر هنوز هم هیچ کس پی نبرده بود که همه را چی شده بود. اما من مطمئن بودم که بیبی زینب در غذا چیز انداخته بود. فردای آن روز چند تن از زنان قریه و شمول مادرم تصمیم گرفتند تا به دیدن بیبی زینب بروند و تشکری کنند و تسلیت بگویند. اما وقتی وارد خانه شدند کسی نبود. در همه جای یک سکوت وحشتناک احساس می شد.
از اتاق خواب تا حویلی نشانی از بی زینب نبود. اما وقتی دروازه آشپزخانه را باز کردند، یکی از زنها چیغ زد و بیهوش شد و باقیشان در چیغ زدن و گریان شروع کردند. مردم قریه با شنیدن چیغ‌ها داخل خانه شدند و صحنه وحشتناک را مشاهده کردند. دیگ‌های نیمه پر هنوز هم روی آتش ضعیف جوش می‌زدند. بوی گوشت و موهای سوخته یا پرسوز مخلوط شده بود با دود. مادرم پیش شد و سر یکی از دیگ‌ها را بلند کرد و چیزی را که در دیگ دیده بود همه عمر از یادش نرفت. یک توته استخوان انسان که هنوز هم به گوشت نیمه پخته چسبیده بود. یک انگشت انسانی با ناخن و پوست سوخته به داخل دیوار دیگ چسبیده بود. بوی تعفن و گوشت گنده شده و مرگ 4 طرف پیچیده بود. روی زمین خون خشک شده از زیر فرش دیده می شد و هر طرف خون تازه. وقتی فرش را کنار کشیدند، چیزی که آنها دیدند هیچ کس نباید شاهد آن می بود. توته ها و پارچه های بدن انسان که در تکه خون پر پیچانده شده بود. نصف جمجمه سر که چشم نداشت. یک قلب کبود و نیمه خشک شده در یک کاسه گیلی. در یک گوشه اتاق یک دست بریده شده روی زمین افتاده بود. در کنار آن در یک دیگ بخار توته های پای راست از زانو به پایین گوشت از استخوان جدا شده بود. هنوز هم بخار می‌خورد. در سر میز آشپزخانه یک توته گوشت خونپر که هنوز هم روی تخته چوبی قصابی قرار داشت. یک کارد زنگ زده در کنار آن افتاده بود که پر از خون بود. روی دیوار با انگشت خونی نوشته بود: این پایان نیست. حتی از چت قطرات غلیظ سرخ و چسبناک خون می چکید. تمام مردم حاضر با وحشت مطلق فریاد زدند. در دهلیز خانه روی پرده نوشته بود: شما مرا وادار به این کار کردید. پشت پرده سر طاق داخل یک گیلاس دندانهای انسان بود. مردم قریه دیگر نمی توانستند که این همه را تحمل کنند. آنها با فریاد و گریان از خانه فرار کردند. یکی از نفرهایی که داخل تاکو شده بود گفت که آنجا یک سطل بود که پر از روده و میده بود. مردم قریه نمیخواستند که اهالی قریه های دیگر از این موضوع خبر شوند و به همین خاطر به پلیس اطلاع ندادند. هیچ کس بی زینب را دیگر بعد از آن روز ندید. همان روز مردم قریه خانه او را آتش زدند. بعد از آن هیچ کس هیچگاه داخل آن خانه پا نگذاشت. حتی حیوانات از آن اجتناب می کردند. در شب صداهای عجیب شنیده می شد از آن خانه و آن زمین هنوز هم بنجر است. هیچ چیز در آنجا رشد نمی کند. حتی علفهای خودرو هم. خاک هنوز هم سیاه است، گویا تازه به آتش زده شده است. و هیچ کس هیچگاه دیگر در آن قریه دوباره کسی را به نان دعوت نکرد. و من هنوز هم شبها گوشت نفرین شده را در دهانم می چشم. من حالا هم حوادث آن شب را در خواب می بینم. از زیر کاسه پر از شوروا یک چشم. خواب می بینم که دست از دیگ بالا می شود و سرم را به داخل می کند. من هیچگاه فراموش نکردم و نخواهم کرد.